من محمد دراگون هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه ما اومدیم با این ویدیو بریم با یکم بدوارز بازی کردن و یکم بریم آره دیگه بدوارز بازی کنیم. البته بدوارز معمولی نه، یعنی دابل تیری وی تیری و 4v4 اینا نه. اومدیم 1v1 بریم، یعنی تک به تک و شاید اون وسط هم یکم مثلا پرکتیس یا حالا مثلا دابل هم رفتیم یا تیری وی تیری یا 4v4. و بچه ها قبل از دیدن ویدیوهاتون نکردن کانال من دنبال کنید، اون قلب سفید پایین قرمزش کنید، یا کامنت بذارید تا به من انرژی بدید. پس بدونش منطلی بزنیم سراغ ویدیو. برو بریم. خب آقا ما اول میخوایم بریم، گفتم دیگه آپدیت جدید تیرکس ما یکم 1v1 بریم، یعنی رو به رو هم، یا به اصطلاح چی میگن، ای چی بود اسمش، حالا خب آقا بریم اسم ببینیم. خب خیلی مثل گلدول چیزی اینا زیاده. من مثلا یه بار چیز میشم، چی میگم، میافتم تو وید بعد باز میام میبینم مثلا 10 تا گلد داده، مثلا در این حد زیاده. آره خب آقا برو بریم راشه آقای ردو بدیم. ولی خودم ردو چرا انقدر چانکم پایینه؟ چون یه وقت رو 4 من میشه رو 7 میذارم که زیاد FPS هم پایین نیاد، خاطر اینکه تو گوشی هستش FPS هم پایین نیاد. اون داره دیفند میده یا حضرت عباس، منم یا باید دیفند چیزی بدم. ای افتادم، اشکال نداره. خب اشکالی ندارد. شاید مثلا بعضی که مثلا یکم 1v1 اینا رفتیم چیز دیگه هم نگاه کنید، اینقدر چیز نمیگم در این حد گلدای رو میده. مثلا من با یه بار افتادم تو وید دیدید که 18 تا گلد بهم داد در این حد. هم دیفندلی بدیم. خب اینجا رو بچه اگر ویدیو قبل رو ندیدید، یعنی اون ویدیو آنباکس حتما برید ببینید، چون اینکه کلی وسایل تقریبا ماشینی اینا. سلام رقوندون داداش، چرا داری منو با اون چیز میزنی؟ نگاه کن من دارم با کمبوش 9 تا دایمند یو اول داشت، دست در نکنه، خدا خیرت بده. تو شنه میتونستی اونجایی که من حواسم پرت بود بیایی منو بزنی و بدمم بزنی دیگه. آره درگ میکنیم هر جا همجوری میذارم. خب الان ما میریم پرات میگیریم، کلی پرات. خب حالا ترپ هم حالا میگیریم، مشکل پیش نمیاد. یه دونه از این جامپوسان. خب سلام داداش، بیا بیا دیگه. با دایمنده رو کجا میاری؟ دست در نکن، این دایمنده برای من جمع میکنه بازی. بچه اگه یکم لگ میزنه چیز چی میگن ویدیو، به خاطر اینکه حالا تو گوشی اینا هستش و دارم اسکرین رکوردینگ هم میکنم، یکم چیز دیگه چی میگن لگم میزنه. بذار این امرالدا رو بندازم اینجا، برو اونجا دیگه، همونجا بمون معلوم. نوبه چقدر یارو دارم کمبوالیش میکنم. سلام کمبوی، ای دهن توف، چه عجب ما رو زد این. اونم با چی؟ با 1000 تا داشت. من ترپ 3 گرفتم، تو بتونی منو بزنی خدایی. تازه کلی هم یا حضرت عباس 25 تا گل خیلی خوبه. یه تا از اینا میگیریم.
جانبوست، یه دونم چیز و یه دونم فرج بگیرم. حالا اشکال پیش چی نمیاد. اینا رو میذاریم اینجا، اینا میذاریم اینجا. خب یکم بلاک شلی بگیریم. کلی بلاک میگیرم اونجا. بذار اینو بذارم اینجا. نیاد یارو اومد کار خودشو کرد. بشین تا بتونی بیس منو بزنی. بخواب میمون. تو به ما میخوری آخه نوب استخبار. مجھے هی میاد به من امرالدینا میده میره خونه شون. بذار برم بیسشو بزنم. دلم براش میسوزه آجی. تازه وارد نوبلیه. به دایمندینام خوب میده. سلام. برو ندون. ایوای برو ندون. بودو بچه. 2 تا شیشه زده همین انصافا. بذار اول بزنمش. خب این از این بخوام من چیزش چی میگن از این بابا چیزا کیل مفتی ها میگیرن میان تو بیس یارو چیزش میکنن. ویکتوری یکاش بدشو نمیزدم حاجی هی کیل میگرفتم. آقا اشکال نداره. سلام. لفت دیویر 1391 دیویر سلام داداش. زد داری. آقا اولین وینمون رو گرفتیم. 6 تا میده در این حد بچه ها. 6 تا گل دونو. بذار یکم جمع کنم بچه ها. یه دفندی چیزی هم بدم که دیگه آرزی اد بود. چی نوشتی داری؟ خب یه دفند نمکی هم میدیم واسه راشی آقا. یعنی یارو که حرف خوبی نمنه. خب ایسا چیز شد آجی. باک شد. ای بابا باک شد. یه دفعه اینجوری هم میدیم. اوش حالا میریم بیس. من خیلی وقت بازی میکنم ولی خب گیریجو خوب دیگه زیاد خوب نمیزنم. افتادم. کجا رفت تو وید بنده خدا. دلم براش سوخت. باشه اگه میرید بعضی از جایی میافتم تو وید اینا به خاطر اینکه چون تو گوشی خب مثلا اگه من شیفت و اسپیس رو با هم بزنم یعنی وقتی کنترل و اسپیس رو با هم میزنم چیز میشه دیگه. مثلا اسمشو بگو. این چیه من گذاشتم فارسی انگلیسی میشه زبان گوشی. خاطر همینه. داشت چیکار میکنی؟ میخوای منو ترپ کنی؟ ای او شمشیر آیرونی خریده. منم باید شمشیر آیرونی بخرم. خب نرفتم آقا. خب یه شمشیر آیرونی میخریم. خب بعد چرا الان من شمشیر چیز خریدم؟ منطقه. اینا رو میذاریم اینجا. میریم راش میدیم به یارو. دو تا لده نمیشه چند تا لده. کوشش اصلا کنم داره استشلی میکنه اگر اشتباه نکنم یا نه استکه کنم بیسیشو داره قوی میکنه. بیسیشو کنم از این است که میشینه تو بیس کاری نمیکنه انگار که داره قوی علی میکنه. و بچه ببین مثلا بعضی اوقات که اینجوری میشه رفت راشلی داد. چیز کرده آجی
چیز کرده. وای بابا از این چیتراست. ببین مثلا دبلیو میزنم اینجوری بشه صفحه کوچیک بزرگ میشه. بعد من قبلش کنترل رو بگیرم. وای حاجی از این است که دوست داره چی میگن خیلی چیت میزنه. ای وای قاطی کرد. بذار منم یکم چیز میز بردارم یکم خودم رو قوی کنم حداقل تا اون میاد. اون الان پوشن اینویز خورده حالا. ای بابا اون ناشش افتاد. حقته تا تو باشی پوشن اینا نخوری. چیت هم چیت میگم چیت خدا یادم رفت. ای بابا چرا اینجوری میشه؟ یه بار اومده ویدیو بگیریم ها. تو باشی استک نکنی. حالا منم الان میرم استک میکنم میام پدرتو در میارم. حالا وایسا ما هم استک بلدیم داداش. فکر نکن خودتی فقط ما هم بلدیم. بذار یکم دایمندم این وسط بگیرم. او 4 تا منم یه پرات 2 هم بگیرم. این مچ چیزی ها. به نظرتون اینویز بگیرم یا به نظرم اینویز بگیرم بهتره؟ نه چیز میگم 2 تا پوشن جامپوس میگیرم. یکیشو میذارم اینجا. اینم میندازیم اینجا. خب برو بریم. دیگه رسیدم تقریبا به امرالد. میخورم پوشنه رو اینجوری بهتره. الان دیگه هدر میره. خب الان میخوریم. برو بریم اینا رو هم برمیدارم. خب یا خدا ببین کجا رفته یا حضرت عباس میندازیمش تو. چرا من اینو دراپ دادم؟ چرا من اونو بابا اینم شانس مایه دیگه. این نوبای چیتر استکر یارو. فقط اینا تو بیس میشینن کاری انجام نمیدن. یا آخرم وید میشه. بلد نید بازی کنه که. یکم وایسم. خب یه دونه گلد بده ما بریم. یه دونه بده دیگه ها. 2 تام دیگه اولفاز. الان میرم یه جوری حسابشو میذارم کف دستش که بفهمم با کی طرفه. خب اینو میذاریم اینجا. یه پوشنه جام بوستم بده من. خب بریم آقا بریم. برو بریم ایناست. بذار قبل از این که برم کلی دایمند هی بیارم هی خودم قوی کنم. بذار اینو میذاریم اینجا. یه 4 تای دیگه هم. من الان چیزی هستم آیرونی هم. اوکی خب حالا اومد. سلام. ای بابا رفته استک کرده بیشور. الان حسابتو میذارم کف دستت تا تو باشی دیگه استک نکنی. بابا نوبه فقط میره استک میکنه. فکر میکنه مثلا میتونه بزنه. استک هم کنه نمیتونی بزنی. ایناست که مثلا استک میکنه ولی آخرش هم باز نمیتونه بزنه. دقیقا از همین چیزاست پلیراست. من داشتم باز این شیفت و اسپیس رو با هم زدن. نگونید کنترل اسپیس رو وقتی با هم میزنی انگلیسی حالا چیز فارسی میشه. اشکال نداره. اوکی یه دونه از اینو میگیریم. خب یه دونه شمشیر آیرونی کلی هم بلاک. ای بابا باز اومد که اگر اشتباه نکنم. چجوری بدم و زداش از این وای چیز کرده آجی. اینویز خورده. اینجا وای میزنم. ای دهنش سرویس.
بچه ها فهمیدید چی شد؟ هم بده من رفت هم بده اون. خب یعنی بازی یعنی همون تیرکس ما. خب وقتی که میبینه خیلی دیگه داره زمان طول میگه، الان 2 دقیقه دیگه مونده تا وای چرا افتادم اونجا؟ بابا این سر الکی اینجوری برد دیگه. ای بابا بازی این افتاد. بابا من با تو بازی نمی کنم. بیشین تا با تو بازی کنم. چیتر سگ. خدا کنه با یکی دیگه بیفتم. ای خودش باز اومد که خب آقا برو بریم واسه این مچ بعد، یعنی دابل. خب آقا اومدیم واسه این مچ بعد دابل بریم. آره دیگه کلی اشغال علی. خب سلام بزنسم های آل بایستید. های ای ویل کن بابا، بذار بازیمونو کنیم. بده دیگه بابا، اینجوری نشو دیگه. اعصابمونو خورد کرده به خدا. داداش یا بلفز برو. ماشاءالله. ای چشم خودم چه زدم. آقا چند دقیقه رکوردیم؟ 16 دقیقه. 2 مچ بازی کردیم 16 دقیقه. اوه چقدر گرمه این چند روزه. تهران گرم شده. من یه بار همین 1v1 رفتم، یعنی داداشم کلاچره علیه. رقونت بابا. دقیقا اونجایی افتاد. اشکال نداره. ای بدمون نره. آقا اشکال نداره، هیچ اشکالی نداره. یاسین اسمش یاسین بود. آقا اشکال نداره، این مچ رو باختیم. اوکیه. یا خدا کریپر رضا پت. مپوشکل است. اون مپاس که فکر کنم من ببقلیه. چند روزه بچه گرم شده. من بچه اگه دوست دارین از این آنباکس های زیاد بذاریم، این آنباکس های مثلا دیجیکالا، چیزایی برای مثلا ماشین یا برای دوچرخه یا حالا برای چیزی که مثلا تو دیجیکالا یا به درد نمیخوره اینا بذارم، حتما تو کامنت ها بگید که تو اون ویدیو یادم رفت بگم، چون من همون موقع رسیدم می‌خواستم سریع برم رو ماشین تستش کنم و سریع چیز کردم، آنباکس کردم دیگه. هیچ چیزی زیاد نگفتم و اگه دوست دارید از این زیاد بذارم حتما تو کامنت ها بگید. داداش هیچ خاص سریع راش میدن. خود که افتادی. نریزم خودشونو میندازم ما هم میندازم. و بالاخره خودت هم که مردی. در هر صورت آقا اشکال نداره. برو بریم. برو یار منم که نوبلی تپانچس. برو خونتون بابا. بخب میمون هلندی. خودی شیطونه میگه سری برم بدشون، ولی خب شیطونه نمیگه. یه مونوالک. ای نشد. ای موسم شیت دیگه. بزن هان. نو من نمیمیرم. ای وای حاجی کمبوش میکردم تو وید بود. حاجی پینگ یارش لفت داد. فکر کردم یار منم حاجی لفت داد. من این یارا تیم گم و گور میشه دیگه. نمیه
احساس میکنن. برو دیگه. خب بریم اینم بزنیم کنم پینک و انا لله و انا الیه راجعون کنیم. حاله یارم انداختش. بله انگار که انداختتش. این چیه؟ بیا داداش بیا. ماشاءالله. خب باز از این گردونه میخریم. خب بریم الان بریم میدل. وای محمد، وای موسم قطع شد. وای این کابلی که به گوشی وصله که مثلا اینا رو میکنه قطع میشه یهو نمیزنه اصلا کلا. آقا اشکال نداره بذار از بیس خودم بریم میدل ببینیم رد بید داره. آره میریم رد رو میزنیم اشکال نداره. اون از اون ور میره ما از این ور. بعد شیفت کیبوردم هم سفته و خیلی فشار بدم. یه منوال که بذار بریم که نزدیک‌تر. ای نشد درگم نگرفت. سلام. چرا میپرم هی من چرا میپریدم. او بودو محمد بودو داره میاد. بودو اسپانش. او بودو شیت دیگه. یه کری منو میتونی بندازی تون. من زدمش. بیده ما رو زدن. نه آجی رد داره میاد. ای دهنت سرویس. خب یارش انداختن خودش گرفت بیدو زدش. هیچ اشکالی خب میرم. آجی اینا استک خالصلی هن. نگاه کن تو رو خدا نگاه کن چه چیتی زده بره من. یو ابوالفضل بسیلم. اوه این افتاد. ای وای. خب بچه اگر میبینید حالا وبکم اینا نیست خب به خاطر اینکه این مچ هم بریم تمام. آقا میخوام حالا دارم وبکم اوکی میکنم. خب یه حالا چند روز دیگه آره دیگه ویدیوی بعدی حتما وبکم داریم. آره به خاطر این برنامه هست که مشکل داره وقتی وبکم میاد لگ میزنه. به خاطر همونو دارم اونو درست میکنم و از ویدیو بعد حتما وبکم داریم. آره دیگه حتما از ویدیو بعد وبکم رو داریم. اصلا والا وبکم نبود ولی خب والا باز میگم از ویدیو بعد وبکم رو داریم. اوجه داشت میفته تو بود یارم. برو ماشاءالله. چرا من هر وقت میگم ماشاءالله یا خودم رو چشم میزنم یا یارم رو چشم میزنم. مثلا یکی دوستم اگر مهدیار رو بشناسید مهدیار رمز اونم یه بار چشش زدم و آره داشتیم سر یه ویدیویی بود داشتیم بازی میکردیم و اونم چشش زدم. رقو ندون. اینم مرد. اینم از دید مهمه. ای دهنت سرویس. این از این یکی بود. من نتونستم بدم. حاج برم اون یکی رو بزنم گره کلا تموم کنم دیگه نتونه بیاد یعنی نیاد بیس ما و بید ما رو بزنه. یا ابوالفضل چیتر فکر کنم تو بازی هست آجی. ما 2 نفر هستیم دیگه. آره فکر کردم یارم لفت داده. ای چه کلاشلی نشد. ای بابا برو بالا. خدا چرا اینجوری میشه. خب بریم شلو بریم. میشه بری بالا. سلام داداش فکر کردی میتونی منو گول بزنی. خودتو داری ترپ میکنی. نرو اسپلیت کن بابا. یار نوب منو نگاه کن تو رو خدا. بلد هیچ کاری انجام بده. ای بابا اینم که خب برو بریم میدل.
دارم با درک بیریج میزنم. راه ماشاءالله برو دیگه بو خودم اما وای دستم عرق کرد. من چرا بدوال بازم وای عیشت دیگه چی بده اونو زد بابا من نمیدونم بعضی ما باشون کاری نداریم میام بده ما رو میزنه. اوزی رد بد نداره. سلام بزنش وای خب آقا اشکال نداره. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودید. لایک کامنت یعنی لایک کامنت دنبال فراموشتون نشه. بچه‌ها ببخشید یکم این ویدیو لایک هم بد بود و مثلا به این صفحه کوچیک بزرگ میشد و کلی وین تونستیم بگیریم تو 1v1 تو دابل و آره دیگه. بعد بچه‌ها حتما ویدیو بعد هم وبکم داریم هم با بچه‌ها آنلاین میزنیم و آره دیگه و قراره یه سروایول هم شروع کنیم. حالا وقتی سیستم بیاد سروایول این سروایول تموم میشه و اون سیستم جدید میاد بجاش. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودید. لایک کامنت دنبال فراموشتون نشه و حتما ویدیو قبل رو ببینید و تا ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدار.